باور میکنی این موبایل است، نه یک آجر. موتورولا دایناتک 8000X اولین و عجیبترین موبایل تاریخ است. این موبایل در سال 1983 توسط کمپانی موتورولا در کشور ایالات متحده آمریکا ساخته شد. این موبایل بیشتر از 1 کیلو وزن داشت. یعنی اگر کمی صحبت می‌کردی، دستت خسته می‌شد. شارژ شدنش 10 ساعت طول می‌کشید. اما فقط 30 دقیقه کار می‌کرد. قیمتش $4000. یعنی فقط پولدارها می‌توانستند آن را بخرند. هیچ کامره نداشت. هیچ اینترنت نداشت. هیچ اپلیکیشن نداشت. فقط برای تماس گرفتن بود. اما امروز یک موبایل کوچک در جیب تو از آن هزارها برابر قوی تر است. فکر می‌کنی موبایل‌های آینده چه شکلی می‌شوند؟ برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید.